به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت همه شما خوبان و همراهان دو شبکه ملی افغانستان ملی و ملی اسپورت. خوش آمدید به یکی از دیگر برنامه‌های افتخار. ما باز هم میزبان یکی از چهره‌های شاخص که مدیر مسئول یکی از باشگاه‌های فوتبال هست بیشتر صحبت می‌کنیم. همچنان آقای محمد هارون میر مدیر مسئول تیم فوتبال سرخپوشان خافی اینجا در استودیو مهمان ما هستند و بیشتر در مورد حضور و وضعیت این تیم در دور سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با خودشان صحبت‌های می داشته باشیم. سلام استاد، وقت بخیر. دوربینای دو شبکه ملی افغانستان در خدمتتان. سلام، وقت شما بخیر. ما جا داره که عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی، هم ملی و هم ملی اسپورت. و در قدم نخست میخوایم به نمایندگی از باشگاه بزرگ سرخپوشان خافی عرض تسلیت و غم شریکی داشته باشم خدمت هموطنان غم دیده ما در ولایت بدخشان، بغلان، تخار و غور که نهایت روزهای متأثر کننده بود و ما شاهد سیلاب های خیلی کشنده بودیم و انشالله که هلدینگ پسران خافی و باشگاه سرخپوشان خافی به خدمت از دوستان انشالله که به زودی میرسه. انشالله که در کنار شما دیگر تجارهای ملی هم هستند به داد سیلاب زده های اخیری که در کشور در ولایت های بغلان، تخار و کندوز آسیب دیدن رسیدگی بشه تا اینکه ما حداقل از درد و اندوه وطنداران ما در زون شمال افغانستان بکاهیم. بیایم استاد صحبت بکنیم روی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. در حال حاضر تیم سرخپوشان که قهرمان نخستین دور رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هست در جدول وضعیتش از چه قرار است؟ جناب آقای نجیب، ما 8 بازی کردیم در لیگ قهرمانان افغانستان. لیگ قهرمانان افغانستان امسال با یک رنگ و بوی دیگه برگزار شد. خود شما شاهدین، پخش تلویزیونی هم داره. بله. و تیم ها لیژنرهای خارجی هم جذب کردن و تیم ما هم که تقریبا در حدود 4 الی 5 ماه میشه که تأسیس شده با مالکین جدید که هلدینگ پسران خافی هستند. ما هم توانستیم بازیکن‌های رد سنی ملی را جذب کنیم و نتایج خوب و قابل قبولی کسب کردیم و ما 8 بازی کردیم، 7 برد و 1 باخت داریم که از او باخت همیشه یاد میشه و ما حسرت او یک گله که نمیفهم چی رقم به دروازه ما داخل شد و چی رقم او گل شد که هر دو تیم نفهمیدیم. به هر حال انشالله بازم به کورس قهرمانی هستیم و تا با آخر ادامه میدیم با همون قوت و با همون شایستگی که تیم داره. بله، منتظر یک لغزش کوتاه از تیم فوتبال اتک انرژی هستیم. 100%. چه شد استاد؟ بیایم از بازی که در برابر تیم فوتبال اتک انرژی داشتین صحبت بکنیم. فکر کنم با نتیجه 1-0 بازی واگذار شد. جناب آقای نجیب، فوتبال همیشه جذابیت خاص خود داره. ما 90 دقیقه رقابت میکنیم در زمین. اتک انرژی تیمی از ولایت خود هرات و دوستان و بازیکنایی که سابق در سرخپوشان توپ می‌زدن حال در اتک انرژی ان. خب رقابت سالمیه. ما همیشه گفتیم هر دو فکر کنیم از یک خانواده، ولی حساسیت خورداره و دربی هرات همیشه جذاب بوده و ما هم شاهد بودیم فوتبال زیبایی انجام دادیم. تمام کارشناسا گفتن که روز سرخپوشان بود ولی چانس اتک بود که یک گل دقیقه 89 یا 90 گفته بازیکنان نمیفهم سان بود، شوت بود، چی بود، رفت به دروازه سرخپوشان و 1-0 سرخپوشان خافی و وزیر واگذار کرد و ما هنوز حسرت همو بازی و گل میخوریم. انشالله که اگر نصیب باشه بتوانیم امسال به قهرمانی برسیم. اگر نصیب نباشه سرخپوشان خافی در آینده حرفی به گفتن داره. تیم کاملا جوانه و تیم به آینده امیدواره و به حساب یک سرمایه گذاری و یک جوانایی که جذب شده حرفی به گفتن دارن انشالله. بسیار خوب. از پسوند خافی صحبت کردین. در دور اول و دور دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان این پسوند را نداشت. تیم سرخپوشان تیم مقتدر، تیم شایسته که به نمایندگی از هرات بازی میکنه در رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان. در مورد پسوندی که تازه اضافه شده به این تیم، به اسم این تیم
میشه صحبت بکنیم. تشکر. خیلی سوال خوبی کردیم که همیشه به ذهن مردم یک سوال بود. من میخوایم بگم که تیم فوتبال سرخپوشان قریب به 10 سال میشه که تأسیس شده، چیزی بیشتر. و قبلا مالکیت زور جناب آروین تایری داشتن و نظر به مشکلات و سفری که در پیش دارن میخوان از کشور مهاجرت کنن و باز هلدینگ پسران خفی کسانی که همیشه حامی مستضعفین بودن حامی ورزش هم شدن و آمدن تیم سرخپوشان خریداری کردن و پسوندی هم به او دادن به نام خافی که همو تخلص یا اسم فامیلین یک فامیل بزرگ در هرات و تجار ملی افغانستان هستند. در رأس جناب عیس فیض احمد خان خافی و پسر ارشد نام معین جان خافی که مالکیت باشگاه دارن و جناب سید آقا جان ایوبی که ریاست باشگاه به عهده دارن و ریاست دفاتر افغانستان هم به عهده سید آقا جان ایوبی است. جوان پرکار، پرتلاش، ورزش دوست. بسیار خوب. در مورد ترکیب تیم سرخپوشان برای ما بگوین کدام بازیکن خارجی مثل تیم ابو مسلم و تیم اتک انرژی شما به خدمت گرفتین در این دور از رقابت‌ها یا خیر؟ من باید برسانم جناب نجیب صاحب که فلسفه سرخپوشان خافی با دیگه تیم‌ها کم فرق میکنه. مالکین جدید در رأس جناب ایوبی صاحب اینا گفتن که ما خوش داریم جوانای وطن تشویق کنیم و فوتبالرای وطن تشویق کنیم. شاید روزی بشه که ما هم لیژیونر جذب کنیم، ولی برای فعلا اصلا اوت یک نظر اوت یک ایدی نیه به باشگاه سرخپوشان و در آینده ما تلاش میکنیم که از لیژیونرای افغان خارجی که در تیم ملی توپ میزنم جذب کنیم، یعنی حمایت 100% از فوتبال افغانستان و ما اینم رد نمی کنیم که تیم ها لیژیونر خارجی جذب میکنم. لیژیونر خارجی هم جذابیت خاص خود به لیگ می داشته باشه و فلسفه باشگاه فعلا همینه که سر جوانای افغانستان و فوتبالرای افغانستان سرمایه گذاری کنن و اونا رو حمایت کنن. بسیار خوب. یعنی تمرکز تمامش روی عوامل درونی است. فعلا همون رقم است. بیایم روی هزینه‌ای که بالای باشگاه سرخپوشان صورت گرفته. چنان که شما گفتین که با تفاوت‌های بی‌پیشینه این باشگاه در رأس این باشگاه مالکین تازه‌ای آمدند و تغییرات عمده‌ای آوردن. آیا در ترکیبی که بازیکن‌ها بازی میکنن حقوق دارن، معاش دارن و شما یادآور شدین که بازیکنانی که در رده سینی ملی هم بازی میکنن در تیم سرخپوشان جا داده شده؟ 100% هیچ بازیکن فعلا در لیگ قهرمانان افغانستان که توپ میزنه فکر نکنم بدون حقوق توپ بزنه و تیم سرخپوشان هم با سرمایه گذاری و مالکین جدید توانسته که دست از این ورزشکارا رو بگیره و یک کمک قابل قبول هم بازیکن‌ها برنا پرداخت کنه و در کل میخوایم بگم که به 5 ماه میشه که مالکین جدید تیم به حساب تصرف خود گرفتن و مصارف در حدود $1,00,000 اگه بگم یا بیشتر شده. ما در هرات خوابگاه معیاری ساختیم برای کلا ملکیتی و از باشگاه سرخپوشان خافیه. یک خوابگاه، یک هم میمانخانه، هم خوابگاه برای بازیکنان، جای بود و باش، تهیه غذا، همه چیز و در کل مصارفات تمام هزینه‌های بازیکنان پرداخت میشه، هزینه درمان اینا، هزینه خرج خوراک، رفت آمد، همه چیز بدون در نظر داشته که قرارداد دارن و اینا حمایت همه جانبه از بازیکنای افغانستان یا از بگم بازیکنای رده سنی تیم‌های ملی انجام میدن. بسیار خوب. در مورد معیاری سازی گفتین در گذشته تیم‌هایی که در 2 دور گذشته در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان قهرمان شدند بنابر همو معیارهایی که FC داره پورا نتونستن نمایندگی از فوتبال افغانستان در رده باشگاهی در آسیا داشته باشند. آیا تیم سرخپوشان
معیارهای لازمه که AFC مشخص کرده پورا کرده، کامل کرده یا خیر؟ من میخوایم به جواب سوال شما یک شوخی هم بکنم همراه فدراسیون فوتبال افغانستان. یک چیزی گفتیم مطلع که ایرتیا دارن، میگن گندما تر بوده، یک چیزی هم آسیاب کند بوده. بله، نمیتونیم همگی شما به گردن باشگاه بندازونیم. در گذشته بودن بزرگوارای در فدراسیون فوتبال شاید روی بعضی عوامل مثلا کم کوشش کمتر کردن که یکی از باشگاه را بیابه به زیای آسیایی. ولی من برای شما مطمئنا میگم که سب باشگاهی که فعلا دارند سرمایه گذاری میکنن و خوب میدرخشن، یعنی سرخپوشان خافی، اتک انرژی و ابو مسلم فرا میتونن به راحتی این میارات پره کنن. و ما هم از ادمی دریچه اعلان میکنیم که به راحتی میتونیم میاراتی که AFC برای باشگاه مشخص کرده انشالله او پوره کنیم و برآورده کنیم. بسیار خوب. یعنی چه کوتاهی از سمت فدراسیون فوتبال افغانستان انجام شده که شما چنان که خودتان گفتین تا حالا نشده که ما جواز همون معیارها را کسب بکنیم؟ جناب نجیب صاحب، خود شما به جریان هستیم که در تغییر حکومت که جمهوریت بود و امارات اسلامی شد، خیلی از جوانا و از کارمندا تمام ادارات مهاجر شدن یا سفر کردن. فدراسیون فوتبال افغانستان هم از این قاعده مستثنا نبوده و خیلی از کارمندا خود از دست دادن و یکی هم بودجه که به حساب فیفا برای از اینا ارسال میکرد، او بودجه ارسال نشده، تقریبا 18-19 ماه میشه. تعلیق است. بله، کارمندای فدراسیون معاش نگرفتم. جا داره من تشکری کنم از اونا که با بیمعاشی یا بدون معاش شب و روز زحمت کشیدن، همین لیگرن به سرپا استاد کردن و برگزار کردن. ولی خب ما میخوایم که به سر از اونام صدا بزنم که کمی اونام باشگاهی که نو شروع کردم حمایت کنن، کمی اونام از داشتهایی که دارن به خدمت باشگاه بگذارن که انشالله یک 50% 40% فدراسیون کمک کنه، یک 40-50% برای سالهای اول مالکین باشگاه که انشالله ما شاهد حضور باشگاه افغانستان در FC کپ یا چالش کپ آسیا باشیم. بسیار خوب. انشالله که اتفاق رخ بده برای فوتبال افغانستان و ما در رده باشگاهی هم نماینده داشته باشیم در آسیا. بیایم روی فوتبال دربی صحبت بکنیم. گفتین که تنها لغزش تیم سرخپوشان خافی برابر نماینده دیگر هرات بود. آیا تا حالا فکر کردین در این دور از رقابت‌های لیگ قهرمان فوتبال افغانستان که ای کاش اتک نمی بود و شما با مو یک لغزش که داشتین تفاضلتان 3 امتیاز کمتر از اتک است که نباشه ای کاش نمی بود تا اینکه شما صد نشین می بودین؟ جناب نجیب صاحب، این خب اتک فقط یک نام است. بازیکنایی که در اتک فوتبال میکنن بازیکنای افغانستانن کلا. اگر در اتک نمی بودم شاید در یک باشگاه دیگه توپ میزدن و بازم مقابل یکی از باشگاه استاد میشدن و من خیلی خوشحالم که اتک باشه. باید رقابت ما با اتک انرژی همیشه جذاب بوده. بیرون از میدان دوستانه و داخل میدان واقعا جذاب و پربرخورد. و ما انشالله فوتبال برد و باخت داره. ما بازی زیاد با اتک انجام دادیم، بردای زیاد داشتیم و اونا هم به باخت غمگین بودن و ما خوشحال. حالا به باخت ما غمگینیم و اونا خوشحالن. هست دیگه فوتبالی چیزا داره، ولی در کل از حضور اینا در رقابت ها ما استقبال میکنیم، خوشحالیم. باید حریفا قوی باشن که ما هم بتونیم رقابت ها رو جذابتر کنیم. اگر به نظر من یک طرفه باشه، پارسال یک طرفه بود رقابت ها، اتک توانست، ولی امسال کمی سرمایه گذاری بیشتر شده و تیم ها بیشتر شدن. ولی بازم من یک چیزی میخوایم بگم که اتک با اون فوتبالی که میکنه و بازیکنایی که داره کمی چانس هم با او یار بوده. بله دیگه انشالله که با فوتبال زیبایی که ما میکنیم انشالله از این بدچانسی ها دور باشیم و چانس با ما یار باشه انشالله. یک مورد نه تنها ذهن مرا درگیر ساخته بلکه ذهن تمام مخاطبان فوتبال در افغانستان را درگیر ساخته. به نظر خودتان چرا اینقدر فوتبال سون غرب افغانستان مخصوصا ولایت هرات قدرتمند است؟ تیم اول رقابت ها مربوط ولایت هرات، تیم دوم هم و تیم سوم که ابو مسلم است
ولایت همجوار هرات است، فراس. جناب نجیب صاحب جا داره تشکری کنم از ریاست فدراسیون فوتبال ولایت هرات در رأس جناب ایرانی صاحب و تمام دستاندرکاران اینا. همیشه هرات یا زون غرب یک زون فوتبال خیز بوده. همیشه با کابل در رقابت بودن و همیشه به فاینال مسابقاتی که به کابل برگزار میشد هرات و کابل بود یا هرات و مزار بود یا مزار و کابل بود. ولی هرات قطب فوتبال افغانستانه، به این شکی هم نیه. ولی در هرات بیشتر سر فوتبال کار میشه. ما لیگ برتر میاری داریم، لیگ حذفی داریم، لیگ‌های دسته یک دسته دو به وقت معینی برگزار میشه و در ضمن یک کار خیلی خوبه که فدراسیون فوتبال ولایت هرات میکنه، همه ساله تمام ردای سنی را لیگ‌ها اینو برگزار میکنه که او خود یک امتیاز بر استعدادیابی. همه ساله چندین تن بازیکن از لیگ‌های 15 سال و 16 سال و 17 سال حتی 20 سال به تیم‌های اول هرات معرفی میشه که خود یک برنامه خیلی خوبیه و من در اولم تشکری کردم از زحمت کشی ریاست فدراسیون فوتبال ولایت هرات و حالی هم میگم که واقعا زحمت میکشن. دیگه ولایت میبینیم شاید یک ماه دو ماه که اگر به لیگ قهرمانان افغانستان میمونه شروع به فعالیت میکنه، شروع به کار میکنه. ولی در هرات همیشه فوتبال جریان داره. بله بدون شک. نه تنها فوتبال، بخش همه ورزش‌ها 100% همه در ولایت هرات به مو شکوفایی خودش رسیده. انشالله که این شکوفایی دامنگیر بشه و سرایت بکنه به 33 ولایت دیگر. حالا نباید افغانستان را محدود بسازیم به کابل، هرات و مزار. باید ورزش به کوچه پس کوچه ولایت‌های افغانستان برده بشه. بسیار تشکر از حضورتان. بسیار یک برنامه خوب بود. کدام حرف و حدیثی باشد دو شبکه ملی افغانستان، ملی و ملی اسپورت در خدمتتان. زنده باشیم. تشکر از شما و دعوت شما. من میخوایم در اخیر تشکری کنم از تلویزیون ملی افغانستان که پارسال لیگ قهرمانان حمایت کردن. انشالله که باز به سال آینده بیاین تلویزیون ها بیشتر باشه، رقابت باشه. و در آخر میخوایم از تجار ملی میخواهش داشته باشم مثل هلدینگ پسران خفی که آمدن فوتبالر و مثل اتک انرژی و یا مثل بنیاد رحمت که آمدن برای فوتبال ارزش قائل شدن، حمایت کردن. من تشکری میکنم و تشکری خاص از هلدینگ پسران خفی که تیم سرخپوشان بسیار یک حمایت و یک پلانای دارن که انشالله برای شما قول میدم که سرخپوشان حرفی به گفتن در آسیا داشته باشه. انشالله در کنار سرخپوشان، اتک انرژی و ابو مسلم سایر تیم های دیگر ما به مو اوج و قدرت خودش برسه و معیارهای لازم را پوره و کامل بسازه.